بچه‌ها خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه با من. امروز قراره که با هم هالووین بگیریم. جان دارم با اینکه میدونم هالووین 2 روز قبل بود ولی واقعا وقت نداشتم 2 روز قبل، واسه همون امروز برنامه ریختیم قراره هالووین بگیریم و میخوایم یکم کاسپلی کنیم، فیلم ببینیم و خوراکی هالووینی درست کنیم. پس بیاین که بریم. یه مهمون ویژه داریم که تشریف بیارن. بدو سلام قراره که کارهای خفن انجام بدیم و خیلی هیجان دارم براش. خب کیک دوبلیو excuse me. خیلی بامزه بوده. مثلا الان تبلیغات انجام دادی، خیلی بزرگ بود که داره از دور به من علامت شکستن قلب نشون میده. داره گریه میکنه، قلبش شکسته، مثل زندگی من سیاه. سوس محرم نه محرم سوس محرم. بچه‌ها حالا که میزمون حاضر کردیم، تنها چیزی که نیاز داریم اگه گفتیم چیه؟ زیبایی. الان قراره تبدیل که هلو به لولو. درسته. نه دیگه الان هلویی میشیم لولو. خب دارم میگم تبدیل هلو به لولو دیگه. لولو به هلو نگفتی؟ خیر. آها. بی‌سواد. ایم جان بگو ببینم میخوای چی بشی؟ ما میخوام بلاتریکس بشم. منم میخوام کلئوپاترا بشم. بریم حاضر شیم. قدم اول برای حاضر شدن لباسامونه. لباسامون آخه اینو دراریم از روش گرین کنیم. آره دیگه پس برو بیرون. اول لباسامون عوض کنیم، بعد بریم سراغ گریم و وسایل‌های دیگه. بعدش هم میخوایم انیمیشن یا یه فیلم ببینیم. چون این حالت قدیمیه میخوام خیلی کانتور زیاد داشته باشم. مثلا من کانتورم باید بزنم. میخوام اون حس و حال تیره بودن تو پوستم رو نشون بده. به نظرت آدم پیکمی کیه و به کیا باید گفت پیکمی؟ آدم پیکمی به نظرم آدمیه که به شدت دنبال جلب توجهه و کارهای به شدت مسخره و عجیب غریبی انجام میده تا فقط دیده بشه و توجه ها رو اون باشه و وقتی توجه ها رو اون نیست تا مرز سکته پیش میره. اینجوری که بچه گوش کنیم. دقیقاً گوش کنیم دارم ثابت میکنم. چیزی که تو همشون مشترکی اینه، خیلی عصبی میشن اگه توجه ها رو سمت اونا نباشه. و قبولم نمیکنن که بعضی وقتا ممکنه که توجه ها رو سمت هممون به شکل مستقیم نباشه و نمیتونن این قضیه رو بپذیرن که خب ما آدمیم و هر لحظه ممکنه یکی در حال صحبت کردن باشه. میدونی خب همه ما توجه میخوایم تو زندگی. هیچ کسی نیست که بگیم توجه دوست نداره و مثلا
نه من از توجه دیدن هر کسی ناراحت نیاز به میشم. توجه داره. هممون دلمون میخواد که توجه داشته باشیم، ولی خب اینکه بیش از حد عادی بخوای فقط جلب توجه و جلب توجه که نه، رفتارای یه طور عجیبیه، میدونی نمیشه توصیفش کرد، باید ببینی ببینی دقیقاً. و اینطوریشه که اون فرد متاسفانه ما تو زندگیمون آدمای پیک می خیلی خیلی داشتیم. زیاد داشتیم و نمیدونم که آیا در حال انقراضه یا حس کنم در حال نه در حال افزایشه. افزایشه. خب شما به کی میگی پیک می؟ من آره پیکمی به نظر من همون کسیه که سعی میکنه کارهایی که دیگران انجام میدن رو پایین جلوه بده و کار خودش رو بالا جلوه بده و خیلی خوب جلوه کنه، که انگار شما باید وقتا این کار رو انجام میدین، ما که مثلا فلان کار انجام میدیم، این کار غلطه. به طرز عجیبی همه افراد پیکمی سعی میکنن که فقط کار خودشونه. آره این قضیه که تو داری یه کار رو انجام میدی رو خیلی عادی نشون بدن، در حالی که موفقیت کوچیک خودشون رو خیلی خیلی بزرگ نشون بدن، در حالی که انگار مثلا یه کار خیلی خیلی بزرگ کردن، در حالی که همه کارا نسبت به توانایی فرد خود اون فرد سنجیده میشه. نمیتونیم بگیم که یه کار واقعا کار خیلی مهم یا کار خیلی عادیه. بستگی داره به اینکه اون فرد چه توانایی داره، بستگی داره که اون فرد براش چه چیزی مهمه، نه اینکه نمیتونیم بگیم این برای همین موفقیته. ممکنه موفقیتی که من تو زندگی میبینم و یه نفر دیگه نبینه، ممکنه دستاوردهای من با یه نفر دیگه متفاوت باشه، ولی من نمیتونم نسبت به چیزی که دیگران دارن بیان بگم که اونا سطحی فکر میکنن، کاری که اونا کردن سطحیه و کاری که من انجام دادم درسته. همه نسبت به توانایی و ذهنیت خودشون این کار انجام میدن. افراد پیکمی اینجوریان که بقیه اشتباه میکنن، فقط ما منم درست. که درست. خلاصه که پیکمی نباشیم همه ماها، لطفا توجه رو به اندازه خودمون. لطفا یه سری افراد بیشتر توجه کن. منظورم یه سری افراد خوش نیست. دارم سایه طلایی میزنم، رنگش اگه مشخص بشه طلاییه و خیلی خوشگله. ببینم. ببین رنگشو. خیلی باحاله. خوشگله. ببینم چطوری میشه. هر کی هست بزنه، هر کدوم از ما میخوایم چی بشه 200,000 تومن زر زدم به چشم، فکر کنم که قشنگ شد. فدات شم. فکر نکن مطمئن موش. پرنده مهاج صداش از بهش اومد. پرنده مهاج. خب بچه من فرستاده. الان یه مقدار بهتر دیده میشه، اسم میکنم بهتر خودمون رو میتونیم ببینیم. مریم تازه متوجه شد که کل صورتشو سفید کرده، اینجوری کمه، بذار بیشتر بزنم، احتمالا یکم هم بیشتر میزدی کلا سفید میشدی. خوبه که سفید برفی. چقدر سیاه شدم با چیز کانتور، دقت نه کرد. خیلی میدونی چرا یکم کانتور برونز سیاه؟ شده، آره. این مصری. آفرین استعداد. خوبه، خوش آمده. حالا من خیلی خوبی بابا، ادامه بده. trust the process. کراسانش کم توماته. میخواستم میگم process. بچه فعلا تا این مرحله پیش رفتم که خوب ادامه پیدا کنه، چون یکم امیدم کم بود.